جان یه مرد معمولی بود، راننده کامیون. تمام عمرش یا پشت فرمون بود یا روی مبل جلوی تلویزیون. 65 سالگی بازنشسته میشه. یه روز میره دستشویی، تو آینه خودش رو میبینه و میگه این منم؟ یه شکم گنده، یه بدن خسته، با چشمای بیحال. فرداش میره باشگاه محله. مربی با تعجب نگاش میکنه، بهش میگه میخوای تمرین کنی تو؟ همه با تعجب نگاش میکردن، بعضی هم پچ پچ میکردن، ولی جان اهمیت نمیداد و گفت آره. هر روز با همون پاهای لرزون رفت باشگاه. اون فقط راه میرفت، بعد وزنه‌های سبک برمی‌داشت، غذای سالم میخورد و قند رو حذف کرد. زودتر میخوابید. 2 سال بعد وارد مسابقه بدنسازی میشه. پیش داورا ایستاد با یه بدن عضلانی، یه لبخند مطمئن و چشمایی که میگفت دیدید میشه. قهرمان شد توی 67 سالگی. قهرمان شد تو 67 سالگی. حالا پیج اینستاگرام داره، 1000 نفر ازش انگیزه میگیرن و یه آدم موفقه. این آدم کسی نیست جز جان هالز. نتیجه این داستان واسه من حداقلش اینه که اگه صبح بیدار شی و بگی دیگه بسه، همون روز میتونه روز تو باشه. اولین روز قهرمان شدنت. اگه از این داستان خوشت اومد، حتما سابسکرایبمون کن، چون تو هم میتونی به جمع ما قهرمانا بپیوندی.